آمر بررسی و نظارت از جمعیت‌های ریاست عدلیه ولایت بلخ میگوید آنان به همکاری بنیادهای خیریه در این ولایت موفق شدند تا 20,000 خانواده بی سرپرست و بی وضاحت را در بخش‌های گوناگون شهر مزار شریف و ولسوالی‌های آن مورد معاونت و کمک‌های انسانی و بشردوستانه خویش قرار دهد. با گفته وی این کمک‌ها شامل مواد خوراکه و غیر خوراکه میباشد که در 6 ماه گذشته امداد گردیده است. ما 7 بنیاد خیریه فعال داریم که در 6 ماه پسین 7 بنیاد خیریه ما تقریبا 20,000 خانه را تحت پوشش خود قرار داده که او از قبیل مواد خوراکی بوده، بیشترش مواد خوراکی بوده که بیشترین کمک ما را بنیاد خیریه بشیر نوید گروپ و حاجی گل آقا پروانی، بنیاد خیریه حکمت، بنیاد خیریه هلال آبی داشته در سطح ولایت بلخ. در همین حال مسئول بنیاد خیریه هلال آبی در مورد فعالیت‌های انجام یافته‌شان در 6 ماه پسین اشاره کرده گفت آنان در این مدت 4,000 خانواده را مواد خوراکه و غیر خوراکه مساعدت کردند که این کمک‌ها زیر چتر اداره ریاست عدلیه ولایت بلخ صورت گرفته است. با همکاری ریاست عدلیه بیشتر از 4,000 فامیل ما کمک‌های مواد خوراکی و غیر خوراکی رساندیم. غیر از این هم به هدایت بزرگای امارات اسلامی برای گداها و برای کسایی که میخواهند صاحب مسلکشان برایشان قالین بافی، خیاطی و نجاری آموزش میتیم. رئیس بنیاد مذکور اظهار داشت که آنان فرصت‌های شغلی و آموزشی را برای 300 تن از افراد نیازمند و بی سرپرست جامعه در بخش‌های خیاطی، قالین بافی و نجاری و همچنان گداهای اناث و ذکور با هماهنگی کمیسیون گداها فراهم ساختند و سعی دارند تا قابلیت‌های کاری آنان را افزایش دهد. در گذشته 150 نیازمندایی که میخواستن صاحب مسلکشان با اونا مسلک‌های خیاطی، قالین بافی برای زنها و برای بچه‌ها هم نجاری را آموزش دادیم و در آینده هم با همراه کمیسیون گداها با همکاری کمیسیون گداها 150 گدا که 100 از جمله زنان هستن و 50 هم مردان هستن با اونا آموزش مسلکی برایشان یاد میتیم. گفتنی است در بلخ در کنار سایر مؤسسات غیر اماراتی 7 بنیاد خیریه زیر چتر اداره عدلیه ولایت بلخ در بخش‌های امدادرسانی و حمایت از خانواده‌های بی‌وضاحت فعالیت دارد. از این میان بنیاد خیریه هلال آبی پروسه آموزش و فرصت‌های شغلی را در بخش‌های گوناگون برای ضرورتمندان مساعد ساخته است.